سلام دوستان، من ملی هستم از ایتالیا، مشاور مالیم و صاحب بیزنس آنلاین خودم. امروز میخواستم راجع به 3 سوال مهم که تو این بیزنس از ما میپرسن جواب بدم و توضیح بدم. خیلی میپرسن این بیزنس هرمیه؟ نه عزیزم، تو بیزنس های هرمی یا MLM درآمد از فعالیت بقیه افراد به وجود میاد، ولی اینجا هر کسی فقط از تلاش خودش درآمد داره و کمیسیون فقط توی بازی کوتاه پرداخت میشه. مثلا تو حوزه املاک وقتی یه مشاور یه ملک رو میفروشه همیشه درصدش رو میگیره، ولی توی این بیزنس کمیسیون فقط اول کاره و بعدش قطع میشه. یعنی وقتی شما رتبتون بالاتر میره کمیسیون های فرد بالایی قطع میشه و به مرحله بازنشستگی میرسید. این یعنی این که یه حقوق ثابت دارید و همیشه همراه با اون کاری که دارید انجام میدید این حقوق هم واریز میشه براتون. این بیزنس کاملا قانونیه، ثبت شده است و مالیات هم داره. ما محصول نمیفروشیم ولی روی یک مدل بیزنس آنلاین حرفه‌ای کار میکنیم که پایش یه محصول قویه. اگه خجالتی و نمیخوای جلوی دوربین بیای هیچ اشکالی نداره. با فیسلس مارکتینگ یاد میگیری بدون نشون دادن چهرت محتوای حرفه‌ای تولید کنی و بیزنست رو بسازی. نیاز به تجربه خاصی نداری، اینجا فقط یاد میگیری با گوشی و اینترنت از همه جای دنیا به جز ایران و افغانستان درآمد کسب بکنی و شروع بکنی. 7 پلتفرم بین المللی آموزش داده میشه فقط با $149 که این پلتفرم ها شامل یوتیوب، گوگل ادز، فیسبوک، اینستاگرام، لینکدین، پینترست و تیک تاک. اگه همیشه دنبال راهی بودی برای ساختن آینده‌ای بهتر، اینجا میتونی با آموزش، عمل و تداوم مثل یه مدیر واقعی درآمد داشته باشی با اختیار کامل روی زمان و زندگیت. فقط به هم پیام بده یا برو تو سایت من ثبت نام بکن و وبینار آنلاین رو ببین.